سلام تمام گیمران عزیز. امروز اومدیم با آموزش این که آقا چطوری از تمام هوش مصنوعی معروف و بهترین هوش مصنوعی به صورت رایگان هر کاری که میخوایم باش انجام بدیم و به صورت رایگان انجام بدیم و هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی، جیمینی، ساخت تامنیل، نمیدونم ساخت ویدیو، ساخت کد سایت، برنامه نویسی، اینا رو همه رو به صورت رایگان انجام بدیم. و اگه اینجور ویدیو میبینید در مورد گیم یا آموزش های اینجوری حتما کانال من دنبال کنید، چون میتونم خیلی بهتون کمک کنم. و اگه از این ویدیو خوشت اومد سابسکرایب کن و لایک حتما فراموش نشه و سوالی داشتی حتما کامنت کن. خب میریم سراغ این که ببینیم آقا چجوری از این هوش مصنوعی به صورت رایگان استفاده کنیم. اول گوگل کروم رو وا میکنیم، ما توی سرچ آرنا ای آی رو سرچ میکنیم به صورت خالی و دومین سایتی که میاره واسه ما آرنا ای آی واردش میشیم. خب بچه اینجا بخش چتشه. خب اینجا این بالای تصویر یه سری مودا داره که بتل موده. مثلا ما سرچ میکنیم که مثلا چی بگم بهتون، مثلا سرچ میکنیم که یوتیوب چقدر درآمد داره. موداشو میخوام دونه دونه بهتون توضیح بدم. خب اینجا ببین دو تا از هوش مصنوعی مختلف رو میاره و وقتی که به شما جواب داد شما مثلا اینجا میتونید تایید کنید، شما تایید میکنید که کدوم هوش مصنوعی جواب بهتری بهتون داده که این سایت بیشتر از اون هوش مصنوعی استفاده کنه. خب فعلا داره به من جواب میده. هوش مصنوعی B هنوز داره جواب میده ولی هوش مصنوعی A جوابش تموم شده و به نظر میرسه که هوش مصنوعی B خیلی جواب مختصر و مفیدتری داده باشه و بیشتر به ما جواب داده. عرضم به حضور شما که اینجا ما میتونیم تایید کنیم آقا مثلا این جفتشون خوب بودن، جفتشون بد بودن، B خوب بود، A خوب بود. ما B رو مثلا میزنیم خوب بود که این بالا به ما نشون میده که این هوش مصنوعی بود که جواب B رو به ما داد و این هوش مصنوعیه که جواب A رو به ما داد. این از مود بتلش. و حالا ایجنت مود داره و سایت بای سایت که مثل همین مثلا بتل موده ولی مثلا اون دوتا هوش مصنوعی باید صحبت میکنن دیگه نظر نمیدی درباره‌اش. ایجنت هم که هوش مصنوعی که خیلی بهتر میتونی باش صحبت کنی و جوابای بهتری بهت میده. آقا ما وارد دایرکت میشیم و ما الان مثلا میخوایم یه تصویری رو بسازیم. عرضم به حضور شما که ما میخوایم یه تصویری رو بسازیم و اینجا ایمیج رو انتخاب میکنیم و اینجا این بالا تمام هوش مصنوعی رو واسه ما میاره. ما مثلا جیمینی نسخه تیریش رو میخوایم انتخاب کنیم، جیمینی تیری. خب اینجا من مثلا بهش میگم که یه تامنیل میخوام با اندازه 16 و 9 میخوام لیان کاراکتر بازی اویل جلوی تصویر باشه و کلی زامبی پشتش. خب بچه ها وای میسیم تا این تصویر اسما بسازه. میزنه که نمیدونم چیز هست. بذار یه بار دیگه بزنیم. یه تامنیل میخوام
شد 9. اوکی. چی میزنه؟ چرا؟ خب آها، تصویر ساختش و این تامنیل ما شد. همینجوری یه تامنیل مثلا به صورت رندوم ساخت و شما هر تامنیلی که بخواید با هر جزئیاتی که بخواید براتون میسازه. اینجا مثلا تصویر یه آدم آورده، ویدیو جدید ببین، یه کاد اینجا با کرده، پایینش آرم یوتیوبه، کشف ایران، سفر به تاریخ و همینو به انگلیسی نوشته. تامنیل خیلی خوبی بود و خوشم اومد. خب حالا اینجا دیگه ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجا ما میتونیم کد سایت بسازیم، اینجا میتونیم تکست بدیم، باهاش صحبت کنیم و اینجا هم میتونیم سرچ کنیم و تمام هوش مصنوعی رو اینجا ما میتونیم انتخاب کنیم. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه و اگه سوالی داشتید حتما کامنت کنید تا به سوالتون جواب بدن. بدرود تا ویدیو بعدی.